در خدمت یکی از گیلانی ترین آدمای بازار صابونیان، جوادی، مردی که نان میخورد. جوادی چند سالته؟ 20 سال. بچه کجایی؟ بچه بازاری اصلی از افغانستان. حس و حالت راجع به ایران و کار کردن و شرایط و پول و چی تو مغزت میگذره و رفیقات و اینا یه خورده با هم بگو، خیلی زود و سریع بهمون، بعد یه دقیقه‌ای بگو. من صبح میام سر کار، شبم از سر کار تعطیل میشم، میرم پارک و با دوستامو یه بالا پایین میکنیم و اینا. بعدشم یه ذره نشه بازی هم با هم میکنیم، رفاقت میگم تو اون داره. مثلا بابات به چیزی نمیگه؟ بابام دهن من گاییده، یعنی بابام کون منو پاره کرد. تو خوبه دیگه، نباید بکن. آسد شما واسه جوونا مثلا چی داری؟ چه توصیه‌ای داری؟ من به جوانان توصیه میگم مشغول به کار بشن، از این کارهای بد و دوری کنن. حالا جوادی، سالم بگردن. نوکرتم آسد، دوست داری یه خورده راجع به رفیقات اون کارهایی که با هم میکنید و اینا توضیح بدی؟ رفیق بدار الان دوست داری نداری؟ الان نه دوست داری نداری؟ نه فعلا ندارم. چرا؟ بعدم